درود عرض ادب خدمت دوستان عزیز. دوستان یه نماد ماهی خوشگل داریم. نگاه، دهن ماهی هم بازه و رو به ورودی دالانی که راه داره به مقبره و سازه بزرگی که بالاتره. به اون کاری نداریم. این ماهی نگاه، این بالشه، بالای زیری ماهیه و حداقل دوستان 5-6 متر طولشه. سنگ خیلی خوشگل، صورت یه ماهی تراشیدن. نگاه، اینم یه چی دیگه از بالهاش رو بدن ماهیه تا اینجا. نگاه، بعد اینم دومش دوستان، اینم دوم ماهی که آخرشه. از این به بعد حالا بیایم اینجا دوستان، یه مالبند تراشش. نگاه، کل مالبند کامل 5-6 سانت نمیشه. مالبندهای کوچیک، نشونه‌های کوچیک معمولا به جاساز اشاره دارن و مالبند نشونه جاساز، نه در همه موارد، اکثرا نشونه پلمپ جاسازه. اینجا نشونه جاساز هلال کوچیک و روغن تثبیتی و یه تقریبا میشه گفت یه رخ که کم فرسایش از بینش برده، ولی این رخ نگاه با انگار با ملات چسبوندنش، این تیکه سنگ رو با ملات چسبوندن به بدن این ماهی و روغن تثبیتی و شیاری که وصل به ورودی جاساز که درب جاساز باید از اینجا باز بشه. مشخصه، ملاتش مشخص دوستان، رنگ ملاتش مشخصه و یه شیار که دوباره وصل به درب جاساز و درب جاساز رو بهمون نشون میده و خود جاساز دوستان برجستگیش نسبت به سنگ مشخصه. قشنگ حدوداً 2 سانت 2 تا 2.5 سانت از خود سنگ برجسته تره. 2 سانت تا 2.5 سانت و مستطیل شکل هم هست. نگاه، دقیقاً همرنج با سنگ، اصلا مشخص نیست. تغییر رنگ تازه داره تغییر رنگ میده و اینم چون زیر کپه سنگ بوده رنگش تغییر کرده، زردتر شده. این کپه سنگ روش بوده. نگاه، این سنگا رو برداشتم که برداشتگی جاساز نسبت به سنگ مشخص باشه. مشخصه الان. ممنون و متشکر. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.